یک سوال دارم، آیا کدام وقت قبول دعا هست؟ کدام وقت قبول دعا هست؟ یعنی دعا، البته این یراق مسلمان است، دعا این عبادت است. چگونه پیغمبر گفتند الدعا ینفع مما نزل و مما لم ینزل، دعا پیشگیری میکند از آن بلاهایی که به سر شما آمدنی هست و آن بلا آفتهایی که بالای شماست، شما میتوانید با دعا اونها را دور سازید. یعنی کدام وقتا؟ حدیث ابی امامه است که پیغمبر خدا گفتند قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ای الدعاء اسمع، ای حبیب خدا کدام دعا را پروردگار میشنود؟ یعنی کدام دعا را خداوند قبول میگرداند؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ جوف اللیل الاخر و دبور الصلوات المکتوبات. حبیب خدا گفتند در دو وقت دعا در نزد پروردگار شما شنیده می شود و در دو وقت اجابت می شود. یکم اینکه در میانه شب، یعنی وقتی مردم خواب هستند شما ساعتهای 12 و 1 شب می خیزین و در این حالت نماز تهجد می خوانین. این زمان اگر به سوی پروردگارتان دعا کنید خداوند دعای شما را قبول می گرداند. و دوم دبور الصلوات المکتوبات گفت از پس هر یک نماز فرض، همین نماز فرض که خواندیم از پس شما وقتی که دعا میکنیم انا همین دعا در نزد خداوند قدر قیمت دارد. اگرچه امروز در ما عادت شده است که فرضها را میخوانیم، سنتها را میخوانیم، در آخر دعا میکنیم، این یکی از عادتها شده است در ما. این اگرچه خلاف سنت است، فقط عادت شد در ما، لیکن اصلش بعد نماز فرض است که ما باید که به سوی خداوند حالت قبول دعاست. حضرت ابو هریره چی میگوید از حبیبی؟ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثر الدعاء، رواه مسلم. حضرت پیغمبر خدا گفتند باز دعای شما حالت قبول می شود که اگر شما سر در سجده مانین و در حالت سجده پروردگارتان یاد کنید. حالتی که ما و شما پیشانی را در سجده میمانیم، یعنی اگر تنها گذار باشیم، مثلا از امام هیچگاه نمیتواند که در حالت سجده دعای زیاد کند، زیرا پیغمبر خدا گفتند اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجة والسقیم فإن صلى لنفسه فلیطول ما شاء. هر وقتایی که کدام شما اگر امام باشین نماز سبک خوانین، گفتم پیغمبر، زیرا در نمازهای شما خوردها و کلانسالها و بیمارها و صاحب حاجتها وجود دارد. وقتی شما تنها گذار باشید نماز دراز خوانین، گفتم پیغمبر. انا حالت سجده اگر شما رفتین و پیشانیتون را در زمین گذاشتین و از خدا زاره و تولا کردین، انشاءالله هر حاجتی که دارین خداوند حاصلش میکند. بسیار حالت خوب است، از دست ندهین. حالتی که در سجده شما اگر خداوند دعا کنی حالت زاره و تضرع است.